أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی که حدیث ما امروز از صحابه پیامبر زید بن ثابت رضی الله عنه روایت شده است. میگویند که تسحرنا مع النبي ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آیه. زید بن ثابت میگویند که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان سحر را خوردیم، سپس به نماز بلند شدیم. انس از ثابت پرسیدند که قلت کم کان بین الاذان و السحور، این همون سحری که شما طعام خوردیتون، خوراک خوردیتون، بین اذان و بین این تمام کردنی سحر خوردن چند مدت بود، چند لحظه بود؟ زید بن ثابت میگویند که قدر 50 آیه، یعنی قدری که ما بین اذان و بین ایستادن در سحر خوردنمون، این بینش 50 آیتی متوسط بود، نه آیتی دراز نه کوتاه. ببینید که صحابگان وقت را از روی عملهایی که صالح انجام میدادن از او حسابیده می شود. بنابراین سنت است که انسان هنگام سحر خوردن یک کمی بر وقت بیدار شود و سحر بخورد و بین اذان و بین از خوردن باز ایستادنش یک مدتی کوتاه باشد. 50 آیت میگویند که تقریبا 5 دقیقه یا 8 دقیقه یا 10 دقیقه که در این مدت دعا را غنیمت داند که در 3/1 آخر نیم شب دعا اجابت می شود. اما این سنت می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 5 دقیقه یا 10 دقیقه پیش یعنی از اذان باز می ایستادند و بسیار شخصا به مسجد می روند، آماده می شوند تا اذان گفتند، قرآن می خوانند، دعا می کنند. اما باکی نیست که انسان تا وقتی اذان بخورد. خیلی که زیرا اذان می گفته می شود هنگامی که صبح می دمد، یعنی مؤذن ها اذان می گوید. الله می گوید کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، شما بخورید و بنوشید تا هنگام صبح دمیدن، که مؤذن ها با مجرد اذان گفتن صبح دمیدن اذان میگویند. اما سنت این است که 5 دقیقه یا 10 دقیقه پیش یعنی از خوردن ایستاده طهارت کرده به مسجد رفته تا وقتی اذان ایستادن و قرآن خواندن، این یک سنت می باشد. این بود برنامه رمضانی، هدیه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.